نام خدا. مقاله که میخوام شبیه سازی کنم الگوریتم مسیجوبی است که تو شبکه WSN یا وایرلس سنسور نتورک کاربرد داره و همانند الگوریتم لیچ هستش با یه مختصری تغییرات. خب ما برای اینکه این شبیه سازی انجام بشه اومدیم یک پروتکل اضافه کردیم به انسترومون به نام هیبرید روتین یا های روتین. خب این پروتکل از سه تا فایل تشکیل میشه. .h که همون متغیرهای ماست. برای این فایل ما میایم با ترمینال به پوشه هیبرید روتین و فایلمون رو اجرا میکنیم. خب چون تعداد گراها زیاده نسبتا زمان زیادی نیاز داره و فایل تریس فایلمون یا این آی روتین تی آرمون حجمش برای یک فایل متنی نسبتا زیاده که فکر کنم اولوش شاید 500 مگ بشه. خب ما منتظر میمونیم تا ارسال داده ها تو این شبکه انجام بشه تا بتونیم خروجی هامون رو دریافت کنیم. خب همین فایل داره هنوز ساخته میشه و هنوز شبیه سازی شروع نشد. خب بالاخره شروع به ارسال داده میکنه. میگم تعداد گراه زیاده. ما 50 تا کلاس هد 50 تا گره کلاس هد تعریف کردیم، یک گره سینک و یک گره اکسس پوینت تو برنامه. خب الان کامان نامه‌دارمون شروع به ارسال داده میکنه و با زمانهاشون و گره مقصدشون رو نشون میده. همونطور که کلاس هد هم دارن داداشون رو دریافت میکنن همزمان. خب مثلا این گره مثلا اسم نود 5626 اکسس پوینت هم 8 تا داده رو 8 الیمنت رو از گره ها یا از کلاس هدمون دریافت میکنه. خب خب شبیه سازیمون اینجا به اتمام رسید. خب ما فایل تریسمون رو نگاه میکنیم که شده 651 مگابایت و مطمئنا خطوط بسیار زیادی داره.
از این فایل استفاده میکنیم برای گرفتن خروجی، مثلا مصرف انرژی یا دیلی و هر چیزی رو از این فایل میتونیم استخراج کنیم. تنها بدی که داره اینه که ما چون تعداد گره زیاده و تو انستو محدودیت گره داریم، نمیتونیم از فایل نمون استفاده کنیم و تو این شبیه ساز در WSN متاسفانه نمیتونیم الان خروجی رو به عنوان انیمیشن ببینیم. با این دیگه مشخصه از پروتکل مسیریابی که ما استفاده کردیم داره استفاده میکنه و امیدوارم که هنگ نکنه، چون فایل تعداد خودش خیلی زیاده و یک فایل متنی که 600 و خودی مگ حجم میشه. خب این فایل تا بالا بیاد من خب شبیه سازیمون اینجا به اتمام